خیلی سخته نه؟ سرعتشون زیاده. سلام بچه، اومدیم ما یه درگ دیگه زانتیا که برنده همه درگان بوده و پژو پارس ایلیس خیلی خیلی اسپورت و خوشگله. من اینجا هم واسه تون پرچم ایران رو گذاشتم حال کنید، دیدم توش. خب من خیلی خوشم میاد از ایلیس. وقت تلفی نکنیم، درگ رو شروع کنیم. اینقدر جلو عقب نکن دیگه. خب مجبورم خودم تنظیم کنم. 3 میگم 3 2 1. به نظرت کی میبره؟ من میگم خودم. منم میگم ایلیکس هم قویه ولی زانتیون قویه. نه سرعت تو بیشتره. تو بیشتره. تو بیشتره. تو تو لرزش میزنه. 220 تو میری آخه. ویبره داره بسته شده. نه نداره. تو چند تا داری گوشی میری؟ تو داره. من بذار توشو بیارم. من دارم 220 تا میرم منم باید همین. من باید 10 طبقه تر بشم. ولی سرعتمون یکیه ها. من یه ذره سریع‌ترم. ببینم تو هم داری 220 تا میری. باشه میشه لگ میزنی. داغن نکرده باشیم. یه کوچولو نریم تو دریا. من دارم تو از 220 هم بیشتر میرم. آره میگم تو این همه جلوتر از منی. خب من بردم. من اینجا رو دور زدم تا همون درخت است بازی. من بردم اونجا شد دیگه. پارک کردم دوباره برگشتم. من بیا اینجا وایسادم الان. به خدا جلوش نشون ندادم، خیلی خفنه. آقای جلوشو نگاه کن. چرا پلیسی زدم؟ من کجا میام؟ تو هیچ اسپورت نمی‌کنی. بچه‌ها بعدشون میاد از ماشین تو. چرا من اسپورت کردم؟ همون یه دونه چراغ و چیز داری، اونم من برات گذاشتم. من نه، چرا نیسان اسپورت کردم. درسته رنگش اسپورت نیست ولی فرمونش رو قشنگ خوب کردم. چراغ پلیس اگه چراغ پلیسی نذاشتی من باور نمی‌کنم. از نظر من اون اسپورتت به درد نمیخوره. به نظرت زیادی چیه؟ پایین نیست؟ بذار یکم بیارمش بالا. بابا وایسا، چرا گاز میدی؟ تو داری گاز میدی، من دارم تنظیم میکنم مثلا. خب بریم 3 2 1. زانتیا قوی تره. بابا من قبول ندارم. بردم بچه مساوی شدیم. نه دیگه درگو من اصلش درگو من بردم. این تو خوب دیگه. خب تا الان کل ویدیو مساوی شدیم مالزا. برنده نهایی ماشینای ایرانیمون ایلیکس منه. خب حالا شاید بعدا بذاریم خارجی با ایلیکس من بال میشه از نظر. خارجی چی آقا؟ نه با ایلیکس. من لامبورگینی میخوام. آقا واسه من لامبورگینی بگیر. ماشینای ایرانی که نتونستن حریف از ایلیکس هم بشن، حالا ببینیم خارجی شاید بشن. تو ویدیوی دیگه خدافظ. شاخ به شاخ که تعریف شد.